ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хуҷамқул. гуфтори 55. асари пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат китоби арзишманди дорои хусусияти энциклопедӣ буда аз рӯи хислат, мавзӯъ, муҳтаво, равиши таҳқиқ, навгонӣ, дарбаргирии мавод, дастабандии таърихи ташаккул, сохти дастурии забони тоҷикӣ, арзёбии куллии масоили забону адабиёт, дастоварди беназир, таҳқиқоти пурарзиш ва саҳифаи тоза дар илми забоншиносии замони истиқлол маҳсуб мегардад. پس از غزنویان پادشاهان غور و امیران آنها مثل ناصرالدین کوباچه و شمس‌الدین ایلتوتمیش سالهای 1211 1235 و تربیه ادیبان فارسی نویس و گستریش زبان تاجیکی همت گماشتند و در روزگاری که آتش جانسوزی حمله مغول در خراسان و ماوراء النهر به فلک زبانه میزد و صدها ادیب و دانشمند و مثل مؤلف لباب الالباب محمد اوفی بخارایی، منهاج الدین جوزجانی تولد 1193 که به لقب منهاج السراج یا منهاج سراج معروف است و غیره ترک وطن کرده و سرزمین هند پناه جستند. به مواظبت و سرپرستی صدها چنین دانشمندان مشغول گردیدند. پادشاهان دهلی امیر چهجو، شاهزاده محمد خاقان و سلطان علاءالدین خلجی که خود اهل فضل و ادب بودند در گستریش زبان تاجیکی، فارسی دری و تربیه شاعران فارسی نویس در هند سهم مناسب دارند. شاعران معروف امیر خسروی دهلوی و حسن دهلوی اهل دربار این پادشاهان بودند. سهم پادشاهان سلجوقی در گستریش و رواج و رونق زبان تاجیکی در آسیای صغیر و سوریه بزرگ است. سلجوقیان بر اثر همنشینی و همجواری با مردم محلی ایرانی تبار خراسان و ماوراء النهر تدریجاً زیر تأثیر علم و معارف ایرانی و اسلامی قرار گرفتند و در گستریش و رواج و رونق فرهنگ اسلامی و زبان ما خدمتی شایسته کردند.
زبان تاجیکی با مساعدت سلجوقیان در آسیای صغیر استقرار یافت و ابرمردی را در زبان و ادب فارسی مثل مولانا جلال الدین رومی به عالمیان معرفی کرد. در زمان 20 سال حکمرانی ملکشاه 1072-1092 قلمرو سلطنت سلجوقیان از ساحل‌های بحر میان زمین تا حدود چین را در بر می گرفت و زبان رسمی این حدود زبان شیرین و شیوای تاجیکی بود. به عبارت دیگر در روزگار سلجوقیان در قلمرو عظیم، یعنی از ساحل‌های بحر میان زمین تا حدود چین، زبان تاجیکی فارسی دری برای خلق و قومیت‌های مختلف وظیفه زبان بین المللی را بر دوش داشت و همان نقش را اجرا نمود که زبان عربی هنگام گسترش اسلام در سرزمین‌های تابع خلافت و زبان لاتینی در عصرهای میانه در رشد فرهنگ و تمدن اروپا اجرا کرد. در آغاز همین کتاب تاکید نمودیم که خلق ما با زبان و فرهنگ غنی دیرین خود از جمله مردمان فرهنگ ساز و تمدن آفر دنیای قدیم محسوب می گردد. بنابراین اگر از فرهنگ مادی و اجتماعی و سیاسی صداهای آخر از ما دارایی کمتر محفوظ مانده باشد هم، ولی از نظر میراث فرهنگی و ارزش‌های اخلاقی و معنوی عمومی بشری ما صاحب ثروت نادر و کم نظیر هستیم که جوهر این ثروت در مغز تار و پود ملت تنیده است. خلق صاحب فرهنگ و صاحب تمدن ما طی 100 سالها با این سلاح پرتوان، یعنی زبان مادری شیرین و دلنشین خود، نه تنها مردم هم نژاد و هم فرهنگ بلکه قوم و قبیله های گوناگون را در دامن زبان و فرهنگ عالمگیر خود پرورد و در پیشرفت علم و فرهنگ عمومی بشری نقش مؤثر و ماندگار گذاشت. به این معنی که نفوذ و توانایی زبان مادری ما در عصرهای میانه به حدی بود که نه تنها در حوزه علم و فرهنگ بلکه از جهت سیاسی نیز هیچ زبان دیگر با وی رقابت کردن نتوانست و قوم و خلقیت‌های مختلفی که پس از پاشخورد دولت‌های محلی ایرانی نژادی طاهری و صفاری، سامانی و غوری عصرها در این سرزمین حکمرانی کردند، آن را نه تنها همچون زبان علم و فرهنگ بلکه به حیث زبان سیاست و دولت و دربارهای خود استفاده نموده به دارایی آن دارایی افزودند. در آغاز زبان عربی در عصرهای 8-9 برای بسیار خلق و ملت‌های تابع خلافت از جمله مردم خراسان و ماوراءالنهر نقش زبان رسمی و فرهنگی را اجرا می‌کرد. اما با تشکیل دولت و حکومت‌های نسبتاً مستقل از خاندان‌های محلی
در خراسان و ماوراءالنهر و ایران، به خصوص دولت متمرکز و مقتدیر سامانیان، حکومت زبان عربی در این قلمرو بزرگ تدریجاً رو به زوال نهاد. رستاخیز ادبی و فرهنگی که در این سرزمین ها بعد عصر نهم آغاز گردید، حکومت نوی زبانی شاهنشاهی زبان تاجیکی فارسی دری را بنیاد نهاد که شکوه و عظمت آن 6 قرن ادامه یافت و آن را می توان دراز عمرترین شاهنشاهی در تاریخ دوران نوی زبانهای این منطقه به شمار آورد. در طول این 6 عصر نچندان مساعد و گاه نهایت بحران خیز و فاجعه بار، صاحبان این زبان یکی از غنی ترین ادبیات و طولانی ترین حماسه ملی جهان را آفریدند که این ادبیات از جهت مقدار، رنگارنگی موضوع، صور خیال، وسعت اندیشه، مطالب عارفانه و حکیمانه و غیره نیز در دنیا کم نظیر است. بعدتر چنان که گفتیم، نفوذ زبان مادری ما از حوزه های خراسان و ماوراءالنهر و ایران فراتر رفته به قفقاز و آسیای خرد، عراق و سوریه، نیم جزیره هند و بنگال دامن پهن کرد و صدها سال در این حوزه بزرگ جهان نقش زبان بین المللی و تمدن آفری را به ذمه داشت. می توان گفت که در این مدت با تکمیل ساختار دستوری و دارایی افزایی ذخیره لغوی، نفوذ اجتماعی و فرهنگی این زبان و دایره کاربرد آن نیز در این سرزمین ها گسترش پیدا کرد و به مانند زبان عربی عصرهای 8 نهم که قبلا به آن اشاره نمودیم، نمایندگان مردمان گوناگون نژاد و گوناگون زبان این قلمرو وسیع جغرافی آثار ادبی و فرهنگی خود را به این زبان تعریف نموده خدمت بزرگ برای فرهنگ و ادب عمومی بشری انجام دادند. طی این 600 سالی به اصطلاح جهان کشایی صلح‌آمیز در یک قلمرو وسیع دنیا به زبان تاجیکی ادبیات کم نظیری به وجود آمد که مؤلفان آن از منطقه های مختلف و از میان ساکنان گوناگون تبار این حوزه بزرگی فرهنگی برخاستند. هرچند تعداد زیادی مؤلفان این ادبیات ریشه های ماوراءالنهری و ایرانی دارند، ولی سهم نمایندگان قوم و قبیله های دیگری همسایه نیز در آفرینش این گنج شایگان کم نیست. سیاست های عصرهای آخر هرچند قلمرو پهناوری انتشار این زبان را محدود کرده، میان همزبانان جدایی انداختند و یا ممانعت و محدودیت های در راهی رشد و تکامل این زبان ایجاد کردند، ولی آن را نابود و یا دیگرگون ساخته نتوانستند. با شرافت همین پیوند تاریخی، یگانگی زبان
و ریشه های فرهنگی و دین و معنویات این مردمان امروز هم 3 کشوری این حوزه تاریخی تاجیکستان، ایران و افغانستان یکی از 2 زبان رسمی این زبان را با نام‌های تاجیکی، فارسی، دری زبان دولتی خود قرار داده اند و ملی آنها نفری دیگر در کشورهای منطقه و بیرون از آن این زبان را زبانی مادری خود می دانند. زیر فصل 2 زبان تاجیکی در عهد سلجوقیان. سلجوقیان چنان که در بالا گفتیم اصلا قبیله از ترکمنان بودند که در آخرهای دولتداری امیران سامانی از شمال ماوراءالنهر تدریجاً به اطراف شهر نیسا کوچ بسته در اینجا سکونت دائمی اختیار کردند. آنها نام خود را از سلجوق نام پیشوای این خانواده گرفته در ابتدا زندگی کوچی داشتند، ولی بر اثر داد و ستد و همنشینی و همجواری با مردم محلی ایرانی نژاد ماوراءالنهر به خصوص تاجیکان دین اسلام را قبول کردند. در آغاز سلجوق و پسران و نبیرگان وی در جنگ‌های بین سامانیان با قرخانیان و سلطان محمود غزنوی از امیران سامانی جانبداری می‌کردند، ولی بعد سقوط دولتداری سامانیان با سلطان محمود سیاستی ظاهراً مسالمت‌آمیز را پیش گرفتند. پیشوایان این خاندان در روزگار سلطنت سلطان مسعود غزنوی از او خواهش کردند که حکومت آنان را در ولایت‌های فراوه و نیسا تایید نماید، ولی مسعود این خواهش را رد کرده مقابل آنان لشکر کشید، ولی شکستی سخت خورده مجبور شد که ولایت‌های فراوه، نیسا و دیهستان را به نبیرگان سلجوق یعنی پسران میکائیل، طغرلبیک محمد و جغریبیک داوود واگذار کند و به همین طریق دولت سلجوقیان را که اکثر پادشاهان این خاندان بعداً در صحنه تاریخ برای دفاع از اسلام و همچنین گسترش دامنه زبان تاجیکی، فارسی، دری بر آسیای صغیر شجاعت و دلاوری زیاد از خود نشان دادند به سر کار آرد. سال 1037 امام جماعت مرو خطبه نماز را به نام جغریبیک داوود خواند و او را سلطان السلاطین لقب داد. همچنین مراسم در نیشاپور به نام برادر او طغرلبیک محمد برگزار شد. این معنی به میدان آمدن دولت خاندان سلجوقی را داشت. باید گفت که پادشاهان سلجوقی از ابتدا رسم دولتداری و شهرنشینی را رسمهای تاجیکان اعتراف کرده اند و اکثر بزرگمردان و منصبداران دولت آنها تاجیکان بودند که این حقیقت در تاریخ بیهقی تاکید شده است. بیهقی در تاریخ نامه خود می گوید که بعد به مرو آمدن طغرلبیک سلجوقی که بنیاد دولتداری سلجوقیان بزرگ با نام او وابستگی دارد، تمام اشراف شهر او را استقبال می کنند، ولی فقیه معروف قاضی ساید به او التفات نکرد. با اصرار طغرلبیک قاضی وی را نصیحت کرد و به عدل و داد
دعوت نمود. این چنین طریقی پسندیده دولتداری را به سلجوقیان پیشنهاد کرده پادشاهان سلجوقی را به اندیشه آخرت و مکافات عمل هشدار داد. طغرل بیک با کمال میل رسم و آیین اهالی مقیمی خراسان یعنی تاجیکان را می پسندد و به قاضی چنین قول می دهد: بدان چه گفتی کار کنم و ما مردمانی نو و غریبیم، رسمهای تازیکان تاجیکان ندانیم. سال 1040 لشکری طغرل بیک سلجوقی در نزدیکی دندانقان سپاه سلطان مسعود را کاملا شکست داده و سلطنت غزنویان در قسمت شمالی آن که در تاریخ با نام دوره اولی سلطنت غزنوی یاد می شود خاتمه بخشید. این جنگی بین غزنویان و سلجوقیان در تاریخ با نام محاربه دندانقان معروف است و به شهادت ابوالفضل بیهقی شکست سپاه غزنوی در این جنگ به خیانت ترکان علاقمندی دارد که ترکان با بهانه جنگ کردن اسبهای تاجیکان را ستانیدند و در آخر به سپاه دشمن یعنی ترکمنان سلجوقی همراه شده به مقابل تاجیکان جنگیدند. غلامان سرای از اشتور به زیر آمدند و اسبان ستودن گرفتند از تازیکان به بهانه آنکه جنگ خواهیم کرد و به ترکمنان پیوستند. بعد از این محاربه چندی نگذشت که سلجوقیان گرگان و طبرستان و خوارزم را به زیر اطاعت خود درآوردند. در فاصله 4 سال یعنی در بین سالهای 1041 1045 آنها جبال و همدان و ری و اصفهان را اشغال کردند. سال 1055 طغرل بیک بغداد را هم ضبط نموده سلطنت سلجوقیان را رسما اعلان نمود. بعد وفات طغرل بیک در سال 1063 پسر عمکش الپ ارسلان سالهای سلطنتش 1063 1072 برای گسترش قلمرو سلجوقیان مبارزه را ادامه داد. الپ ارسلان امپراتور رمنی 4 دیاگین را مغلوب نموده گرجستان و ارمنستان را که جزئی امپریای شرقی ریم بودند اشغال کرد. در زمان 20 سال حکمرانی ملکشاه 1072 1092 قلمرو سلطنت سلجوقیان از ساحل‌های بحر میان زمین تا حدود چین را در بر می گرفت. پس از فوت ملکشاه کاخ محتشم دولتداری بزرگی یگانه سلجوقی از هم فرو ریخت و به ابتکار شاهزادگان سلجوقی به چندین دولت‌های خرد تقسیم گردید. مهمترین این دولت‌ها سلجوقیان کرمان، سلجوقیان عراق، سلجوقیان روم و سلجوقیان شام بودند. در مقایسه با همین دولت‌های جداگانه سلجوقی، مورخان زمان حکمرانی طغرل بیک، الپ ارسلان و ملکشاه سلجوقی را دوره سلجوقیان بزرگ نام میبرند. همچنین دولت‌های محلی خرد
از قبیل پادشاهان آذربایجان، اتابکان لوریستان، اتابکان فارس و غیره که برخی از آنها حاصل نظام سلجوقی بودند، مدتها در منطقه های تابع خود فرمان روایی کردند. پس از فروپاشی دولت سلجوقیان بزرگ، پسری ملکشاه سلطان سنجر 1118 1153 در منطقه عراق عجم و خراسان حکومت راند، ولی در سالهای آخر دولتداری او نخست ترکان قراخیتا و بعداً ترکان غوز به پیکر دولتداری سلجوقی در این مناطق ضربه هلاکتبار زدند. ترکان قراخیتا در سال 1141 در دشت کتوان نزدیکی سمرقند لشکری سلطان سنجر و سپاه قرخانی تابعی او را کاملا شکست داده سمرقند و بخارا و دیگر شهرهای ماوراءالنهر را به دست گرفتند و سلطان سنجر مجبور شد به ترمیز فرار کند. بعداً ترکان غوز که در نواحی ختلان و بلخ بادیه نشینی می کردند، در سال 1153 و مقابل سلطان سنجر شورش برداشته لشکری او را مغلوب و خود او را اسیر گرفتند و همچنین به شهر و دیهات خراسان حمله نموده شهرهای توس و نیشاپور را به خاک یکسان کردند. خاقانی در یک قصیده با ردیف خاک سروده خود و انوری در نامه منظومش به حاکم سمرقند قتل و غارت بی امان ترکان غوز را با سوز و گداز به قلم تصویر کشیدند. سلطان سنجر بعد از 3 سال 1156 از اسارت ترکان غوز رهایی یافته به مرو برگشت و پس از 1 سال وفات کرد. با فوت او صورت نسبتاً ظاهری دولتداری سلجوقی در این منطقه ها نیز از بین رفت. تنظیم درست اداره سلطنت سلجوقیان بزرگ و آبادانی و شکوفایی این سلطنت به نام وزیران روشن ضمیر ایرانی اصل آن امیدالملک کندوری و نظام الملک توسی سخت وابستگی دارد. ابو علی حسن ابن علی ابن اسحاق که به نام نظام الملک معروف است، تقریباً 30 سال 1063-1092 وزیر دربار سلطان سلجوقی الپ ارسلان و پسر او ملکشاه بود. به اندیشه اکادمیک باباجان غفوروف او در کارهای مملکتداری کاملا به تجربه های دوره سامانیان تکیه می کرد و برای احیا نمودن عنعنه های مدنی آن دوره کوشش های زیادی به خرج می داد. شما گفتار 55 رو از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان به سوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپور شنیدید. کارگردان شیرعلی نزلی، صدابردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.